والدان دختری نابالغ ناظمه سامیدینова که اوایل سال روان از جانب دو هم مکتبش به طور وحشیانه به قتل رسید، از جریان مرافعی دادگاهی اظهار ناراضگی کردند و از مقامات تاجیکستان به خصوص آزاد رحمان رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت کشور خواستند تا به این قضیه رسیدگی کنند. مرافعی قضیه کشتار روز 17 اپریل آغاز شد، ولی اتهام تجاوز در پرونده مطرح نیست. هرچند حالا بحث اصلی جانب قربانی و متهمان بر سر همین مسئله جریان دارد. پدر و مادر این دختر که نابالغ گفته می شود می گویند که قاتلان دختری آنها عبدالقاسم ناروف و رحیم جان کامیلوف اول او را تجاوز کردند و سپس به قتل رسانیدند. آنها همچنین ادعا دارند که یکی از متهمین عبدالقاسم ناروف که کشتار این دختر را اعتراف کرده است نبیره حاجی کمال صاحبکار و باغبان معروف وادی حصار است و او گویا بر روند مرافعه تأثیر گذاشته است. جسد ناظمه سامیدینова روز 4 فوریه سال روان در یکی از میدانهای کشت شهر ترسانزاده با 15 زخمی کرد و نشانه های تجاوز آشکار شد. آن بگاه دختر در خانه بابا بزرگش بود و دو گمانبر قتل او را با هدف گفتگو به بیرون بردند. به گفته والدان این دختری نابالغ، تشخیص طبی جنایی علت مرگ او را خودکشی اعلام کرد، ولی بعداً به دلیل شبهه دادستانی به تشخیص جنایی و شکایت خانواده پرونده از روی کشتار باز شد و جسد دخترک را برای تشخیص از خاک بیرون آوردند. به گفته نزدیکانش، ناظمه سامیدینова با عبدالقاسم ناروف رابطه عاشقانه داشته است. حالا در پرونده کشتار عبدالقاسم ناروف و رحیم جان کامیلوف دو تن از همسنفان طبق ماده 104 یعنی کشتار و میرزا میدین میرزا رحیموف مدیر شعبه تشخیص طبی و سودی ناحیه ترسانزاده با ماده 351 یعنی تشخیص بر دروغ متهم اعلان شدند. نادره محمودova مادر ناظمه سامیدینova در صحبت با رادیو آزادی گفت که از روی این به گفته او بی‌عدالتی به مقامات دخلدار شکایت خواهد برد. عدالت شود. من پرزیدنتمون پیشوای ملت خواهش میکنم عدالت کند. اما عیبدار کننده دولتی در مرافع نخستین ادعای والدان ناظمه را رد کرده گفت که در نسبت ناظمه سامیدینova دو تشخیص طبی انجام شد و نشانه های تجاوز به ناموس به مشاهده نرسیده است. عالم جان ترسنبایف وکیل دفاع ناظمه سامیدینova روز 19 اپریل با آزادی گفت که عبدالقاسم ناروف در نخستین روز مرافع دادگاهی جرم کشتار را اعتراف کرد. موردهای تجاوز دختران و زنان در تاجیکستان به استثنای حالتهای مثل کشتار عمدتاً کم آشکار می شوند، زیرا به گفته جامعه شناسان زنها از این می ترسند که در نهایت امر آنها گناهکار و مورد سرزنش جامعه قرار می گیرند. پرونده ناظمه سامیدینova از قبیل همان پرونده های استثنایی است که پدر و مادر تجاوز شدن دختر خود را اعتراف می کنند و می خوان گناهکاران جزا بگیرند.